سال 97 در بازداشت چهارم یکی از بازجوی محترم، همون عزیزی که ضربه زد و فک ما رو مقدار ناقص کرد، سال 97 در بازداشت چهارم یکی از بازجوی محترم، همون عزیزی که ضربه زد و فک ما رو مقدار ناقص کرد، سلام علیکم. تبریک عرض میکنم آغاز ولایت حضرت مهدی علیه السلام به همه شیعیان. خب بالاخره امام ما حضرت مهدی سلام الله علیه و فرزندش مسیح و فرستاده. سید احمد حسن علیه السلام حدیثی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کتاب طلائع الظهور فی شرح زیارت العاشوره میفرماد للبصرة خمسة اسماء لا يعرفها الا نبی او وصی نبی: البصره و البصیر و المدینه و المدینه و الیمن. فرمود بصره 5 نام داره که کسی جز خدا، جز پیغمبر و وصی پیغمبر این اسما رو نمیدونه. اون 5 اسم بصره چیه؟ بصره، بصیره، مدینه و مدینه و یمن. دقت فرمودید؟